درود دوستان، خبرهای ورزشی MMA. شروع میکنیم از موین غفورов. متاسفانه رقابت موین غفورov مقابل مایلز جونز در مسابقه UFC وگاس 1 نوامبر لغو گردید. سبب لغو رقابت رزمکارمان هنگام تمرین از پای خود جراحت برداشت و مهلت برقرارشوی 1 ماه را تشکیل می‌دهد. از جانب طبیبان UFC رزمکارمان از رقابت آزاد کرده شد. با موین غفورov شفای کامل را خواهانیم دوستان. این ورزش است، ورزش پستی و بلندی دارد. یک جراحت ورزشگر رو باز به عقب میپرتاید و او باید باز از صفر شروع کند و تمرین رو آغاز کند. بعد 1 ماه باید باز آماده شود و آیا با او اگر با نزدیکی یگان مسابقه در UFC بتیم با این همیشه یک ریسک خودش رو دارد در ورزش. برای همین ما باید از ورزشگران نرنجیم. این خیلی 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 کاری سنگین است. من صورتی عکسی موین غفورov رو دیدم که او پاش با فیلم شکستگی است چون که در گیپس بود. به هر حال موین غفورov رو شفای کامل از طرف خداوند ما دعا میکنیم که با او شفای کامل دهد و باز با تمرین شروع کند. با نزدیکی هفته گذشته خورشید قهارov که در آلمان زندگی میکرد او هم باید رقابت داشت روز 18 اکتبر و متاسفانه او هم مریض شد و طبیبان او رو از رقابت آزاد کردند چون که مریض بود و نتونست که داخل 8 شود. برای همین این ورزش است، پستی و بلندی دارد و ان شاء الله که ورزشگران تاجیک باز هم برمیگردند و در مسابقه ها دست بالا میشوند. بعد با یک خبر دیگر، خبری اونقدر اینم خوش نیست. محمد نعیمov، رقابت محمد نعیمov مقابل مایرون سانتوس از مسابقه UFC قطر با مسابقه UFC 323 گذرانیده شد که این در لاس وگاس می شود. سببش نمیدونیم، راستی گپ سببش واقعا تماما نامعلوم است و روز 6 دکبر محمد نعیمov بر ضد مایرون سانتوس مبارزه میکند و در رقابت اساسی این مسابقه ورزشگر گرجستانی قهرمانی UFC بر ضد پیوتر یعنی روسیایی مسابقه دارد. برای همین 6 دکبر محمد نعیمov بر ضد رقیبش مایرون سانتوس مسابقه خواهد کرد و ان شاء الله ما باوری داریم که محمد نعیمov دست بالا می شود در این مسابقه. این به نزدیکی قریبی سال 96 دکبر می شود. دوستان اونقدر خبرهای خوشم نیست چون که موین غفورov از مسابقه برکنار شد، خورشید قهارov برکنار شد و مسابقه محمد نعیمov رو از هفته آینده با 6 دکبر گذراندند. سببش نامعلوم. برای همین به هر حال ما با ورزشگران تاجیک بردباری ها خواهانه و ان شاء الله که کی که نباشد اونها همیشه دست بالا میشوند و برای پرچم تاجیکستان میجنگند. دوستان ورزشگران رو در کامنتاری ها دستگیری کنید و فکر خودتان رو در این باره نویسید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون باد.